بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران گرامی و دوستان عزیز، امروز درباره یک خاصیت بدی، یک خصلت بدی، یک کار زشتی که بسیار منتشر شده است در بین مسلمانان، خاصتا در تاجیکستان، که از بعضی مسلمان ها بعضی گناه ها صادر می شود، مثل زنا و مثل عرقخوری و مثل جین. آنها را بعضی نفرانی هستند که آنها را به نواره میگیرند، با کامراهای تلفن باشد یا با کامراهای دیگر نمود کامراها آنها را به نواره میگیرند و آنها را در رسانه ها یا که در سامانه های اجتماعی نشر یا که پخش میکنند و گمان میکنند که این کار نیکی خوبی هست برای آنها، ولی نه، این کار زشت و بدی هست. برادران گرامی، این نصیحت من برای شما است که این کار بدی است، این حرام است. شرمنده کردن یک برادر مسلمان، یک خواهر مسلمان، این گناه کبیره است که الله و رسولش این را منع کردند. شرمنده کردنی آن کسی که گناه را آشکارا می کند و که از او گناه آشکارا صادر می شود که وی یگان اهمیتی به این نمی دهد، اون را جایز است که آوازه کردن و نه اینکه در چی پخش کردن. ولی برادر و خواهر مسلمانی که یک بار یا که دو بار در گناه زنا باشد، عرقخوری باشد، چیز کشتن یک نفر باشد دست میزند و او را بعضی برادران میدارند و به نواره میگیرند و در سامانه ها اجتماعی باشد، در یوتیوب باشد، در رسانه ها، در تلویزیون باشد، آن را پخش میکنند. این گناه کبیره است، این کاری نیک نیست. از این انسانی که هم را پخش میکند گناهگار میشود، مرتکب گناه کبیره میشود و سبب میشود برای اون انسانی که انسان را که ثبت میکند یا که به نواره میگیرد، اون انسان شاید که همون گناه پنهانی میکرد از او دست به توبه میزد. اگر او را انسان کسی که او را داشت یا که چی کرد، او را در همون جاش سرزنش کند، در همون جاش به همون پدر یا که مادر یا که شوهر آگاهی دهد که هم خیلی کار صادر شده است، نه اینکه او را گیرد به تمام مردم، در نزد تمام مردم پخش کند، تمام مردم او را مشاهده کنند. نه برادر و خواهر، این کاری نیک نیست، این گناه کبیره است، این حرام است. شاید که تو انسانی که را که پخش کردی، نشر کردی، همون گناه او را، همون نواره‌ای که تو کرده ای او را پخش کردی، شاید تو را از راه توبه میزنی. برای چی؟ برای آنی که شاید گوید که همه مرا دیدند، شاید به همون کاری که هست باز او را دوام دهد و به گناه پافشاری کند و ترک نکند. ببین چند گناه میگیری برای یک کاری که تو او را پخش میکنی و خرسند و شادمان میشوی که من او را پخش کردم. نه برادر. و اون انسانی که اون بلاگری که هست و پهن میکند، وی هم در این گناه مشترک است، وی هم در این گناه شریک است. از این گناهی که انسانی که به نواره گرفته است، از این کمی ندارد، گناه یک خیله است. برادران گرامی، بلاگرها هستید یا که انسانی که به نواره میگیرد، از الله بترسید، این کارا را انجام ندهید. این حرام است در قرآن و حرام است از روی سنت، از حتی قول صحابگان. از ما برای شما دلیل میبریم از قرآن و از سنت و از قولهای صحابگان کرامی رضی الله عنهم. برای امین از این کار دست کشید، از الله بترسید، به این کار دست نزنید، مردم را شرمنده نسازید که روزی می شود که چخلی که میگویند کما تدین و تدان، روزی می شود که شاید که در جای اون انسانی که تو را ثبت کرده یا که به نواره گرفته ای تو باشی. چی گمان میکنی؟ چی احساسات میکنی وقتی که تو را به نواره گرفتن، به ویدیو گرفتن و تو را پهن کردن و پخش کردن و نشر کردن و تو را مردم مشاهده کرد؟ تو انسانی که باشی خود را احساس کن که تو در جای او باشی. چی احساسات میکنی؟ چی گمان میکنی که همه مردم تو را دیدن؟ شاید که انسانی که ایمان ضعیف باشد خود را به دار زند، به خودکشی دست زند. به این گناه هم مرتکب این گناه هم میشوی که انسان یا شاید از توبه دست میکشد، شاید به گناهش پافشاری میکند و شاید خودکشی میکند. برای همین ما دلیل میبریم از قرآن، از سنت که این کار من است و ستر کردن، پیشاندن این کارها اولاتر است و اجر است برای انسان. خلی که الله عز و جل می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سمیعا علیما. الله دوست نمی‌دارد کسی را که عیب‌های همدیگر را فاش سازند و زبان به بدگویی گشایند و الله افشای بدیهای دیگران را دوست ندارد، جز برای کسی که موردی ستم قرار گرفته است که بر ستم دیده برای دفع دور کردن ستم افشای بدیهای ستمگار جایز است. الله شنوا و داناست. برادر گرامی، الله در همین زیر همین آیت من میکند که انسان سیر یا که عیب دیگران را فاش سازد، خود در بین مردم بچی باشد، سخن باشد
خواه بچی بنواره باشد، همه این را الله عز و جل چی من میکند. سوره نساء 148 آیت. باز الله عز و جل در دیگر سوره نور 19 آیت می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. الله چی میفرماید؟ کسانی که دوست دارند فحشا و زشتی‌ها در میان اهل ایمان فاش و آشکار شود، در دنیا آنها جزا داده میشوند و آخرت جزا داده میشوند برای کارهایی که فاش کردنی اسرار مردم. برای آنها عذابی دردناک است روز قیامت و الله عاقبت آن را میداند و شما نمیدانید. الله در اینجا چی میگوید؟ فاش کردن سری چی؟ سر یک انسان، عیب یک انسان، نقص یک انسان را در بین مردم فاش کردن حرام است و او جزا میبیند برای این و حرام است و گناه است. برادر گرامی، باز الله عز و جل در سوره 12 حجرات بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. ای آنانی که ایمان آوردید، ای آنانی که شما دعوای ایمان میکنید، اجتنبوا كثيرا من الظن، یعنی که ای آنانی که ایمان آوردید، ای کسانی که ایمان آوردید، از بسیاری گمانها دوری کنید، زیرا برخی از گمانها گناه است. در کار دیگران چی میگه الله؟ تجسس و کنجکاوی نکنید و از یک دیگر غیبت نکنید. در اینجا الله چی میگه؟ تجسس نکنید، خانه یک کس به اجازت او ندرایید، جاسوسی نکنید. الله امر میکند جاسوسی را که انسانی که خانه یک کس دراید و او را به نواره میگیرد، این در اسلام من است، حرام است. اینا دلیل از قرآن، از سخنی پروردگار بزرگمان که من میکند جاسوسی کردن، من میکند که در خانه کس رفته او را به نواره گرفتن، من میکند سر یا که چی عیب را فاش کردن، گناه را فاش کردن. شاید همین عیب را فاش کردن به واسطه نوارگیری و پخش کردن مردم را به چی برد؟ عائله ها را، خیش و تبار را به کشاکشی و زد و خورد برد. پس گناه این در گردن کیست؟ گناه این در گردن انسانی که به نواره گرفته است. که انسان وقتی که او را سیر او را فاش کردی، عیب او را بالا کردی و او را آوازه کردی، پس شاید که اون انسان، اون خواهر باشد، برادر باشد، توبه نکند. لیکن او را وقتی که در همون جا سرزنش کردی و نصیحت کردی، شاید او دست به توبه زند، در گناه پافشاری نکند. پس هر یک چیزی بدی که از سخن باشد، از عمل باشد، صادر شده باشد از یک انسان، پس او را آوازه کردن، او را فاش کردن بین مردم، این کار الله دوست نمی‌دارد. برای چی؟ برای آنه که این چی است؟ نشر کردنی زشتی و رذیلت بین بنده های الله است. انسان گناه کرد، مرتکب گناه شد، گناه کرد، پس او چی؟ مثل کشتن نفس، مثل زنا، مثل دزدی، مثل عرقخوری، پس دروازه توبه برای او، برای هر یک بنده مسلمان باز است. چقدر که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید الله عز و جل دست خود را باز میکند در شب. برای چی؟ برای توبه کنند آنهایی که روزانه گناه انجام داده اند و دست خود را الله باز میکند. به چی را؟ آنها در روزانه باز میکند. برای چی؟ برای آنانی که شب گناه کردند توبه انجام دهند، تا آنی که آفتاب از جای فرودگاهش، از جای نشستگاهش نبراید، یعنی که از مشرق نه و از مغرب نبراید. این بود چی؟ این بود بعضی از آیات های الله عز و جل که درباره همین پهن کردن و نشر کردن چی سخن می رفت. باز ما از دلیل از چی می بیاریم؟ از حدیث های پیغمبر بزرگوارمان که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث خود، حدیث صحیح در بخاری مسلم، که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. کسی که گناه مسلمان را که مسلمانی که گناه انجام میدهد و از او صادر میشود چی گناه نباشد، او را پوشاند گناه را. روز قیامت الله در روز محشر گناه اون انسانی را که گناه پیشانده است، گناه او را هم میپوشاند. یعنی که تو که کردی گناه پیشان در دنیا، الله گناههای تو را چی میپوشاند. اگر تو در دنیا
انسانی را سرشفاش کردی، انسانی را عیبی او را در بین مردم آوازه و دروازه کردی. پس الله عز و جل روز قیامت تو را هم همین خیلی که کردی همین خیلی به تو معامله میکند. حدیث دیگه از ابن عباس رضی الله عنه و النبی صلی الله علیه و سلم فرمودند من ستر عورت اخیه المسلم، کسی که میپوشاند گناهی برادر مسلمانش را، یک برادر مسلمانش را در گناه میبیند و او را میپوشاند، پس چی حاصل میشود؟ ستر الله عورته یوم القیامه، ای الله عز و جل گناه او را روز قیامت میپوشاند. و من کشف عورت اخی المسلم، و کسی که آشکار میکند آوازه میکند گناه برادر مسلمانش را، گناه برادر مسلمانش را، ای بلاگر که تو آوازه و نشر و پهن میکنی و پخش میکنی، ای برادر مسلمان که تو با نواره میگیری، این حدیث بدان گوش کن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگد؟ و من کشف عورت اخی المسلم، کسی که گناه برادر مسلمانش را آشکار و آوازه میکند، الله عز و جل گناه او را چه گناهی کرده است، گناه او را آشکار و آوازه میکند برای مردم در روز محشر، روز همه پیش همه مردم، حتی یفضحه بها فی بیته، حتی چی در درون خانه‌ش هم او را شرمسار میسازد، در درون خانه‌ش هم روز قیامت هم در درون خانه‌ش هم او را شرمنده میسازد. برای همین برادر گرامی، آوازه کردن و نشر کردن و پهن کردن و پخش کردن گناه برادر مسلمانات حرام است. برادر گرامی، حدیث در امام ترمذی است. باز روایت شده است از بعضی از گذشتگان ما صحابگان و تابعینان گفتند که قوم‌های را دیدیم که آنها عیب نداشتند، سپس عیب‌های مردم را ذکر کردند، عیب‌های مردم را گفتند، آوازه کردند، سپس چی؟ عیب‌های آنها را مردم چی کرد؟ عیب‌های آنها را مردم آوازه کرد، یعنی گناه و عیب نداشتند. و باز میگوید که مردم را دیدیم یا که دریافت کردیم که آنها عیب‌ها داشتند، گناه‌ها داشتند، پس آنها چیکار کردند؟ از زبان خود را از گناهان، از عیب‌های دیگر مردم داشتند، پس چی؟ مردم گناه‌های آنها را فراموش کردند و فراموش شد گناه‌های آنها. خیلی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث ابی برزه رضی الله عنه می‌فرماید از نبی صلی الله علیه و سلم انه قال یا معشر من اسلم بلسانه، که ای مردمانی که با زبانتان مسلمان شده اید، با زبانتان، ولم یفد الایمان الی قلبی، و ایمان حالا که به دل شما جا نگرفته است، لا تؤذی المسلمین، مسلمانان را اذیت ندهید، مسلمانان را اذیت ندهید. ای برادر، ای بلاگر هستی تو که آوازه و پخش میکنی و نشر میکنی، مسلمانان را اذیت ندهید. پیغمبر میگه حرام است. ولا تعیروهم، و آنها را عیبهای آنها را آوازه نکنید، آن گناهایی که آنها صادر کردن به همون سبب گناه آنها را پس نزنید. ولا تتبعوا عوراتهم، و چی؟ و نپایید گناههای آنها را، نپایید عورتهای آنها را، نپایید از دم آنها نگاه، یعنی که مراقبه و نظارت نکنید، عورتهای آنها را نپایید. انسانی که در خانه یک بیگانه می‌دارد او را به نوار میگیرد، این همین است که پیغمبر میگه نکنید، نپایید عورتهای آنها را. فانه من یتبع اثرات اخیه المسلم، کسی که عورتی گناهی برادر مسلمانش را میپاید و پیروی میکند، یتبع الله عورته، الله عز و جل عورت او را، گناه او را پیروی میکند. و من یتبع الله عورته، کسی که الله گناه او را میپاید، پس چی؟ یفضحه ولو فی جوف رحله، شرمسار و شرمنده میکند او را در درون خانه‌اش، او را چی؟ شرمسار و شرمنده میسازد. حدیث در امام ترمذی است، حدیث حسن است. مشغول شدن به عیب مردمان، به عیب مسلمانان سبب می شود که انسان گناههای خود، عیبهای خود را فراموش میکند. و خاموش شدن از گناههای مردم این سببی است که خاموش شدن از گناههای مردم، یعنی که گناههای مردم را ذکر نکردن و عیبهای آنها را سبب می شود که الله عز و جل روز قیامت گناههای بنده را چی کند؟ ستر کند و پوشاند. کسی که نظر میکند به گناه خودش، پس همون گناههای خودش، به گناههای خودش مشغول می شود از گناههای مردمان، یعنی به گناه خودش مشغول می شود از گناه مردمان، یعنی که از عیب جویی مردمان باز می دارد و به گناههای عیبهای خودش چی می شود؟ مشغول می شود. خلیق پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم باز می فرماید در حدیث صحیح یبصر احدکم القذى فی عین اخیه و ینسى الجذع فی عینه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که انسانی که در چشم برادرش یک قذع معنای دارد که یک چنگ یا که غبار در چشم برادرش انسان میبیند و فراموش میکند که در چشم خودش یک چی است؟ یک خاری کلان خریده است. یعنی که ببین
پیغمبر صلی الله علیه و آله تشبیه میدهد که انسان در چشم برادرش اگر یک باد چنگ غبار باشد و میبیند، میگه در چشم خودش اگر که خار از چی باشد، خار از چوب از خرما باشد در چشم خودش او را نمیبیند. یعنی که گناهی که یک گناه خردی که یک انسان او را انجام میدهد او را میبیند و آوازه و دروازه میکند، ولی گناههای خودش که از گناههای او زیادتر هستند به گناههای خودش گناهش فراموش میکند. باز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از ابی هریره رضی الله عنه میفرماید که لا یستر عبدا فی الدنیا الا ستره الله یوم القیامه. کسی که گناه بنده را در دنیا میپوشاند مگر که الله عز و جل روز قیامت گناه او را میپوشاند. حدیث صحیح در امام مسلم است. و حدیث دیگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله باز میفرماید که من ستر مسلما ستره الله. کسی که گناه مسلمان را میپوشاند الله عز و جل روز قیامت گناه او را در دنیا و روز قیامت گناه او را میپوشاند. باز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید که من رأى عورة فسترها. کسی دید عورت کسی را، گناه کسی را، معصیت کسی را، فاو را پوشاند، آوازه و دروازه نکرد. کان کمن احیا موعوده من قبرها. گویا که یک دخترچه‌ای که او را زنده در گور کردند همون را از قبرش همون را زنده کرد. باز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که طبرانی روایت کرده است و رجاله رجال صحیح میفرماید که من علم من اخیه سیئه، کسی دانست یک گناه برادرش را، کسی که دید یا که دانست گناه برادرش را، فسترها، پس امون گناه پوشاند، آوازش نکرد، ستر الله علیه یوم القیامه. الله عز و جل گناههای او را روز قیامت میپوشاند روز محشر. باز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در خطبه حجۃ الوداع میگوید که ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام كحرمة یومکم هذا فی شهرکم هذا و فی بلدکم هذا. حدیث متفق علیه بخاری مسلم است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و میگه هر آینه خون یکدیگرتان و مالهای یکدیگرتان و ناموس یکدیگرتان حرام است برای شما ای مسلمانان، مثل حرمت همین روز و مثل حرمت همین ماه که در همین ماه گناه کردن و مثل چی در همین شهر ای مکه. پیغمبر صلی الله علیه و میگه حرام است برای شما ناموس شما، یک از در ناموس یک از دیگه چی کردن. باز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و در نزد امام احمد از ابی داود ان سعید ابن زید میفرماید که نبی صلی الله علیه و میگه که قال ان من اربع الربا الاستطاله في عرض المسلم بغیر حق. میگه از ربا ترین ربا میگه زبان درازی کردن در چی؟ در ناموس مسلمان به یگان حق. باز هنگامی که ماعز رضی الله عنه صحابی وقتی که پیش پیغمبر آمد صلی الله علیه و سلم اعتراف کرد که او زنا کرده است، پس گفت به پیغمبر که مرا پاک ساز ای رسول الله، مرا پاک ساز. پس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و چیکار کرد؟ از او رو گرداند، رویش رو به دیگه طرف گرداند. برای چی گرداند؟ برای شاید که انسان توبه کند برود، شاید که توبه کند. باز از این سو آمد، باز روش گرداند، باز از این سو آمد، از پیش و از پس آمد. پیغمبر روش گرداند، گفت شاید تو بوسه کردی، شاید فلان کردی، پس چرا ما روی خود را نمیگردانیم از ناموس برادری خود؟ در کجای ما از همین اخلاق پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که ما وقتی که یک کس که میکنه یک گناه را ما خرسند میشویم، برعکس تهمت به او چی ثابت میکنیم، از او مسخره و پیچخند میزنیم و چیکار میکنیم و او را همون یعنی که کار بدی او را، کاری که معصیت او را، گناه او را چی ما او را شرمنده میسازیم و نشر میکنیم و پخش میکنیم در همه جا. صد افسوس خلیق پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم باز میفرماید که میگه فقط جاء عند الترمذی و حسنه بعض اهل العلم. در نزد امام ترمذی حدیث امام ترمذی روایت کرده است و حسنش گفتن بعض اهل علم عن واصله ابن اسقع ان النبي صلی الله علیه و سلم قال. از واصله ابن اسقع میفرماید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که لا تظهر شماتة لاخيك فيرحمه الله و یبتلیک. بی پیغمبر چی میگه؟ تو وقتی که دیدی که برادرت در گناه است، خرسندی دلخوشی اظهار نکن برای برادرت، دلخوشی و خرسندی اظهار نکن که او در گناه است، که او گناه میکند و تو نمیکنی. نه، پیغمبر چی میگه؟ فیرحمه الله، پس الله عز و جل او را مهربانی و رحمت میکند، میبخشد و یبتلیک و تو را به همون گناه او مبتلا میکند، و تو را به گناه او مبتلا میکند. برای همین پیشخند نزن، بنواره نگیر. ای برادری تو بلاگر هستی یا که تو انسانی که بنواره میگیری، از الله بترس. از حسن بصری تابعی روایت است که در آخر همون حیاتش به کمبغلی و بینوایی دچار میشود، پس میگوید که والله انی اعلم سببها، پس من میدانم
ندارم. سببش چیست؟ ببین چی میگه. 40 سال پیش من برای یک مرد گفتم که ای مفلس، ای بینوا، ای کمبغل، ای بیسوم، همین گفتم. الله مرا به همین سخنی که من او را گفتم به همین چی کرد؟ مبتلا کرد، دوچار کرد. این انسان باید انسانی را که در گناه که دید باید با نرمی باید با چی نصیحت و وصیت کند. بعضی مردم وقتی که این سخن میگویی تعجب میمانند. آیا نشنویدید قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که برای صحابگانش هنگامی که لعنت گفتند مردی را که آوردند، همون عبدالله مردی را که آوردند که او دائما عرق می نوشید او را چی تازیانه یا که چی میزدند؟ تازیانه یا که دره میزدند. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی گفت به اونها وقتی که لعنتش گفتند؟ صحابگان لعنتش گفتند چی گفت برای صحابگان؟ لا تکونوا عون الشیطان علی اخیکم. شما گفت شیطان در اینجا کمک نکنید برای برادرتان. شیطان کمک نکنید برای چیتان؟ برای برادرتان. ای برزید برادرتان شیطان کمک نکنید. حدیث در بخاری است. یعنی وقتی که انسان لعنت گفتی، وقتی که نواره کردی و پخش کردی، پس تو شیطان کمک کردی برای برادرت، برای خواهرت. بعضی از عالمان میفرمایند که میگویند که کوشش کن که گناهگاران را ستر کنی، پوشانی. پس برای چی؟ برای آنه که آشکار و ظاهر شدن گناههای آنها، یعنی آشکار شدن و پهن شدن و نشر شدن گناههای آنها، این چی است؟ این عیب است برای چی؟ برای اهل اسلام. عیب است برای اسلام. کافران چی میگن درباره چی؟ درباره اسلام که مسلمانان چی حادثه رو میدهد برای مسلمان، چی گناه ها میکنن، برای پوشاندن این گناهان چی است؟ واجب است. و بهترین چیز میگه این چی است؟ پوشاندن گناهان. خیلی که فضیل ابن عیاض رحمه الله میفرماید، میگه انسانی که مؤمن است وقتی گناه دید یک در گناه هست، از او چی نمود گناه صادر میشود، او چیکار میکند؟ گناه هم میپوشاند و در همون جاش نصیحت میکند و سرزنش میکند. میگه انسان فاجر، انسان فاسق وقتی که دید که برادرش گناه میکند، همون گناه چیکار میکند؟ همون گناه فاجر چیکار میکند؟ همون گناه همون انسان آوازه و دروازه میکند و اون انسان به همون گناه کردگیش تحقیر میکند، پس میزند، از گناههای خودش فراموش میکند. پس گفتیم سخنان صحابگان از ابی قلابه ابو دردا میفرماید که روز ابو دردا به یک مرد پیش یک مردی میگذشت که اون مرد دچار گناه شده بود، یک گناهی از او صادر شده بود و آن نفران گردی او بودند او را دشنام میدادند. پس گفت ارایتم لو وجدتموه فی قلیب، گفت که آیا شما به من خبر دهید که اگر شما همین برادرتان را در یک چاه بیفتد ببینید، آیا شما او را کمک میکنید، او را از چاه میبرید؟ گفتم بلی. گفت پس او را برادرتان را دشنام ندهید برای که از او یک گناه صادر شده است. الله را سپاس گزارید که به شما عافیت بخشیده است از این گناهان. گفتند آیا ما او را بد نبینیم؟ گفت ابو دردا گفت که هرای نگفت بد بینید، کاری او را بد بینید. هنگامی که اون کار زشت را ترک کرد پس او برادر شماست. امام بیهقی شعب ایمان. خلاصه برادران گرامی، این بود چی؟ این بود یک نصیحتی برای برادرانی که همین سخنان را به نوار میگیرند و پخش میکنند. کسی نباشد بلاگرا باشد، شخص مسلمان عادی باشد، کسی باشد به نوار بگیرد و پخش کند، یا کسی نباشد حق ندارد، برای که در اصل ستر کردن مسلمان، گناه مسلمان این چی است؟ پیشاندن گناه مسلمان این واجب است به هر یک مسلمان، مگر آن کسی که روی کشاد گناه میکند و پروای ندارد. اون اجباکی ندارد که گناه او را یعنی که او را آوازه کنی برای مردم فهمند که او یا که دزد است، یا که غارت زن است، یا که عرقخور است، که او اهمیت نمیدهد. لیکن انسانی که پاک دامن است و بعضی وقتی که در گناه می افتد و از او گناه صادر می شود، او را واجب است در گردن انسان که ستر کند. برادران گرامی، این بود یک نصیحت برای من و برای شما و هر یک کس بیگناه نیست. هر یک کس در گناه می افتد. هر یک کس انسان، کسی که همون نواره را به نوار میگیرد، خود را در جای همون انسان گناهگار بگیرد، پس با او چه حادثه می شود؟ پس چه خیل خسته و چه خیل ملال می شود؟ آیا این انسان فکر نکرده است که شیطان او را یک بار فریب کرد یا دو بار فریب کرد؟ پس انسان باید بفهمد، بعد الله را سپاس گزارد که الله ما و شما را عافیت بخشیده است و ما و شما را ستر کرده است. بعضی از قولی گذشتگان میگویند که اگر گناه بوی می داشت پس در کوچه ها رفتن نمیشد. از چی؟ از بوی گناهان مردم مسلمان. اگر گناه بوی می داشت که الله گناه که بی بو هست، برای همین انسان باید ستر کند.
گناه برادرش را و برای ستر کردن هم اجر میگیرد و برای کشف کردن گناه او آوازه کردن او گناه میگیرد و روز قیامت جزا میبیند و در دنیا هم الله برای او جزا آماده کرده است. برای همین این بود یک نصیحت برای شما برادران گرامی و از دعای که خود ما را فراموش نکنید. الله ما و شما را هدایت کند. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.